حضرت میگفتن همه شرمندگی ها از دروغ است. برادر عزیز، ولی بسیاری آدمی هست که در همین جمعیت ما از دروغ شطه های زیاد خوردگی هست. بسیاری از برادرای ما در همین جمعیت هست که به سبب دروغ چه از کارخانه دولتی چه از کارخانه شخصی پیشش کردگی هست. بسیاری دروغگوها را، زیرا با دروغگو همکاری کردن این عین بی‌برکتی است. این فیض می بردارد، این فقط بدبختی می آورد، زیرا کاری بر دروغ هیچ وقت خاتمه بخیر ندارد. همه شرمندگی ها از دروغ است. راستان دائم فروز است. و دنیا این قدر دارد خجالت، چه باشد خجالت روز قیامت. ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضربی تبر دید. برادر عزیز و گرامی، همه شرمندگی ها از دروغ است. چراغ راستان دائم فروز است. چقدر آدمی که دروغ میگوید دائم خجالت دهد. آدمی که راست میگوید هیچ غمی در وجودش ندارد. حضرت میگوید با دنیا این قدر دارد خجالت، چی باشد خجالت روز قیامت. در دنیا این قدر خجالتی، این قدر شرمنده، این قدر راستت میمانند، دروغها دمی قپند، در دروغها روبرود میکنند، آبای چشم میریزد، ذلت میافتی، سرپایان حتی سرت برداشته نمیتانی. اینجا این قدر خجالت دارد. حضرت میگه خجالت قیامت چه فکر نمیکنی؟ ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضربی تبر دید. حضرت میگه همین ستونهای راستی را که برای مسجدها جدا میکنن، ولی بینن هر کسی را که ستون در